از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه قانونی تنظیم به منصبداران رسید. اگر فرزندی مقامدار به دانشگاه با ماشین برود ممکن است از مقامش برکنار شود. در جریان معرفی استراتژی نوی ایالات متحده در افغانستان، رئیس جمهوری آمریکا از پاکستان خواست به طالبان و دیگر گروه‌های جنگجو پناهگاه ندهد. دادگاه دوشنبه یک زن روس را با گناه کوشش برای قاچاق تنگه قدیمی از تاجیکستان صدها دلار جریمه بست. با آن مدتی که پرونده پیش می رفت، قرار دادگاه در نسبت من سودآور بود. آن چیزی که از دستش می آمد این تعیین کردن همین جریمه کم بود، ولی به هر حال 5000 سومانی پول کلان است. تفصیل خبرها. در تاجیکستان سندی نوی حکم اجرا گرفت که ممکن است بر اساس آن منصبداری را برای رفتار فرزندش از کار رانند. بر اساس کودکس نوی آداب خدمتچیان دولتی که همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا کرده است، اگر فرزندی فردی صاحب منصب به دانشگاه با ماشین برود ممکن است پدر یا مادرش را از مقامش برکنار کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در گذشته مقامات رسمی را سخت تنقید کرده است که فرزندانشان در دانشگاه‌ها با ماشین‌های گران قیمت خودنمایی می‌کنند. در گذشته در کشور چند مورد شرکت فرزندان منصبداران بلندپایه در صدمه‌های مرگبار نقلیاتی دیده شده است و بسیاری از آنها با جزاهای سبک از جوابگری آزاد شدند. امروز حکومت افغانستان گفت از حمایت دونالد ترامپ و مردم امریکا از مبارزه افغانستان با ضد تروریسم خوشحالند. رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله در این باره بعد از آن صحبت کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جزئیات راهبرد و یا استراتژی نوی کشورش در افغانستان را اعلام کرد. جزئیات استراتژی در گزارش همکارم ساجده میرزا. پرزیدنت ترامپ روز دوشنبه استراتژی نوی امریکا در افغانستان را معرفی کرد و قول داد که مبارزه را در آن کشور تا رسیدن به پیروزی ادامه می دهد. ترامپ که در یک پایگاه نظامی در نزدیکی واشنگتن صحبت می کرد گفت افغانستان نباید به پایگاه امنی گروه‌های تندرو تبدیل شود که هدف حمله به امریکا را پیگیری می کنند. I concluded that the security threats we face in Afghanistan and the broader region من به این خلاصه رسیدم خطری که ما در افغانستان و منطقه روبرو هستیم خطری عظیم است. امروز 20 سازمانی که ما تروریستی اعلان کرده ایم در افغانستان و پاکستان فعالند. نظر به هر منطقه دیگری جهان آنها در اینجا متمرکز شدند. در نوبت خود پاکستان بسیار وقت به عنصرهای خرابکار، خشونت و ترور پناهگاه می‌دهد. خطر بسیار بد است چون پاکستان و هند دو کشور مسلح به سلاح اتمی هستند و مناسبت پیچیده آنها می تواند به مناقشه رئیس جمهوری آمریکا اسلام آباد را هشدار داد و گفت این رفتار پاکستان را که به گروه‌های تندرو مثل طالبان پناهگاه می‌دهد دیگر تحمل نخواهد کرد. دونالد ترامپ که استراتژی‌های رهبران پیشین آمریکا در افغانستان را تنقید می‌کرد و آنها را بی‌ثمر می‌خواند، حالا عین مشکلاتی را دارد که پرزیدنت‌های قبلی به آن روبرو بودند، یعنی گروهی فعال شده طالبان و حکومت ضعیف افغانستان. ترامپ گفت که بر پایه استراتژی نو امریکا وابسته به شرایط در افغانستان عمل می‌کند. در این مبارزه بار سنگین همچنان بر دوش مردم خوب افغانستان و نیروهای مسلح دلیر آنها خواهد بود. آن گونه که رئیس جمهوری افغانستان به ما وعده داده است، ما با شرکت در رشد اقتصادی افغانستان می توانیم خرج این جنگ را برای خود کمتر کنیم. افغانستان برای محافظت و تأمین امنیت خود به ضد دشمنان می جنگد که به ما هم تهدید می کنند. هر قدر که نیروهای افغانستان قوی شوند، کار ما همان قدر کمتر می شود. افغانها خودشان کشورشان را می سازند، امنیتشان را تأمین و آیندهشان را تعیین می کنند، ولی ما دیگر قدرت نظامی امریکا را برای ساختن دموکراسی در سرزمین های دور به کار نمی بریم و یا کشوری را بر اساس تصور خود نمی سازیم. آن روزها به پایان رسیدند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش نگفت که چقدر نیروی اضافی به افغانستان فرستاده می شود و هم نگفت که سربازان آمریکایی کی از افغانستان بیرون می شوند.
او همزمان از پاکستان و هند و کشورهای عضو ناتو درخواست کرد که به افغانستان بیشتر کمک کنند. مقامات آمریکایی میگویند دونالد ترامپ قراری را امضا کرد که بر اساس آن احتمال نیروی اضافی عبارت از 4000 سرباز به افغانستان فرستاده شود. تعداد سربازان ایالات متحده در افغانستان فعلا 8400 نفر گفته می شود. واکنش کارشناسان بین المللی و تاجیک در رابطه با استراتژی نو امریکا را می توانید در وبسایت ما هم ببینید در azadi.org و هم گزارش جالبی گرفت آفتاب را که در این برنامه همراه تماشا میکنیم. حالا یک آگهی کوتاه. در اطراف کل سریز تجهیزات زلزله سنجی نصب کرده شدند که فقط در حالت روح دادن زمین جنبی قید میکنند و ثبت میکنند و متخصصان رفته از همون تجهیزات و معلومات گرفته کارکرد میکنند. مصاحبه مفصل درباره کلیساریز در سایت رادیوی آزادی www.azadi.org. و از بدخشان می رویم به ختلان. در این ولایت بزرگترین پخته پرور در تاجیکستان کشاورزان امیدوارند امسال از حساب فروش این محصولات سرخریدار پول بیشتر به دست می آورند. تا چند سال پیش هزاران دهقان در ختلان با زحمت پخته می پروریدند و در نهایت قرضدار می شدند. گزارشی همکاران ما در همین باره است. دهقانان ولایت ختلان میگویند پخته دوباره به طلای سفید تبدیل می‌یابد. تحلیل های آنها نشان می‌دهد که امسال ارزش یک تن پخته در تاجیکستان تا 4500 سامانی بالا می‌رود که در قیاس به سال گذشته 500 سامانی بیشتر است. امسال پخته نشنامه پخته نقد سال خوب آمد. برای پخته حاصل انتظاری از هر یک هکتار 30 سنتیمتر کم نمی‌شود. یلگش اشوروف دهقان از ناحیه قبادیان که 10 هکتار زمین پخته دارد با اشاره به فراوانی حاصل امسال میگوید از 1 هکتار تا 32 سنتنر پخته جمع آوری میکند. حاضر من یک 4 روز شد من قریب 5 تونه پخته چیندم. با چناگ رفته بساز ناسب باشه هم یکم چنه قطع 15 سنتر میکنم. تجارت پخته در تاجیکستان تا یک 10 سال پیش یک ساحه پیچیده و پرمعما بود. کار به طرز جریان داشت که دهقان همیشه در آخر موسم بی‌نوا میماند. آنها با شرطنامه‌های فیوچریستی وابسته بودند که بالاخره به قرض غوطیده پخته خود را قریب رایگان میدادند. تا 2005 همین حالات بودن، فیوچریست بودن، دیگرها بودن، من خط کار میکردن. حاجیگاه دهقانی حاضرش نه خیلی بسیار آزاد کار میکنند. آزاد پرورش پخته پرخرج و زحمت طلب است. خواجگی های هستند که توان کافی برای سرمایه گذاری ندارند. از بانک قرض گرفتن نمی توانند برای آنکه فایزها بلندند. بنابراین یگانه راه کار با شرکت های است که به ساحه پخته پروری سرمایه گذاری می کنند. خودم طاقه به سرمایه گذار خیلی من کار کردم. شرکت ها برای دهقانان سر هر 1 هکتار برای نگاه و بین و معاش کارگران $500 پرداخته تخمی و دارو می دهند. اینچنین تکنیک و سوزشواری را تامین می کنند. در برابر آن دهقانان عهدهداری می گیرند که تا 2 تن و 500 کیلوگرم از 1 هکتار برای آنها پخته بدهند. با کمک پخته ما خودم وای میکنم در دیگر جای با دیگر خریدار با میفروشم. زن قوه اصلی کاری در زمین های پخته است. چند سال پیش آنها برای هیزم پخته میچیندند. حالا برای اکثر آنها یگانه جایی کار است. ما بر وقت کار میکنیم. سرفند کار میکنیم. نزدیک در مید کار کنه میشه. خیلی گرم میشن داره که حاضر خسارت کنه. هر یک زن کارگر برای 1 کیلو پخته چیده‌اش از 30 درم تا 1 سامانی پاداش میگیرد. درآمدشان از 2 تا 5000 سامانی است. چند قچنیم هم پخته پولش میتیه. نرخ 1 تن پخته در بازار جهانی از $2000 گذشت. دهقانان ختلانی میگویند با بالا رفتن نرخ و افزایش درآمدشان امکان می‌یابند میدان‌های کشتی پخته را وسیع کرده تجارتشان را رواج دهند. در امریکا میلیون ها نفر گرفتنی آفتاب را مشاهده کردند. از جمله رئیس جمهور دونالد ترامپ هم گرفتی کامل آفتاب حادثه بسیار نادر است و در امریکا را 100 سال پیش مشاهده کرده بودند. مومن احمدی در این باره گزارش می‌دهد.
روزی 21 آگوست بیشتر از 12 میلیون ساکن و مهمانان در ساحل‌های غربی و شرقی آمریکا گرفت کامل آفتاب را با عینک‌های مخصوص و دوربین‌ها مشاهده کردند. کشور چند هفته منتظر بود که کی ماه روی آفتاب را به استثنای کناره‌هایش کاملا می‌پوشاند. آمریکا 2 دقیقه در تاریکی ماند و حادثه را پیش از همه ساکنان ایالت اورگون دیدند. سیلست ریوارد یکی از آنها میگوید وقتی تاریک شد ما همه فریاد کشیدیم. فوق‌العاده بود. خرسندم که این را دیدم. مردم گرفت آفتاب را از هر جای مشاهده کردند. در نزد مجسمه آزادی تا در داخل هواپیما که جای خوب برای دیدن است. ایلن شنایدر باری اول نیست که این رویداد کیهانی را می‌بیند. باری پنجم است که این حادثه را می‌بینم. از هواپیما تأثیرات کاملا دیگر و بسیار حیرت انگیز است. ما خرسندیم که این امکان را داریم. گرفت آفتاب را از مدار زمین هم مشاهده کردند. ویدیو و عکس‌های جالب را آژانس کیهانشناسی آمریکا نشر کرد. خط حرکت ایستگاه بین المللی کیهانی از جای بود که سایه‌نمای آن در روی آفتاب دیده میشد. همراه با مردم آمریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ، همسرش ملانی و پسرش بیرون هم از کاخ سفید گرفت آفتاب را تماشا کردند. چون این صحنه شگفت‌آور را مردم آمریکا از سال 1918 یا تقریبا 100 سال باز ندیده بود. برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه تاجیکستان محاکمه یک زن روسی را خاتمه داد که او را به قاچاق آثار تاریخی گناهکار می‌کردند. تاتیانا خوژین را ماه ایون امسال در فرودگاه دوشنبه دستگیر کردند و گفتند که او قصد داشت تنگه قدیمی را غیر قانونی به روسیه برد. امردین عالم روز 21 آگوست شاهد خاتمه محاکمه شهروندی روسیه بود. دادرس جورخانزاده مسرور گفت که خوژین میتواند با پرداخت 5000 سومانی مبادل به 561 دلار ایالات متحده آمریکا در مدت 10 روز از تاجیکستان به وطنش برگردد و همچنین او میتواند در دوام 3 روز دیگر حجت‌هایش را از دادگاه بگیرد. خود خوژین میگوید که این حکم نسبتش غیر انتظار بود. با آن مدتی که پرونده پیش می رفت قرار دادگاه در نسبت من سودآور بود. آن چیزی که از دستش می آمد این تعیین کردن همین جریمه کم بود، ولی به هر حال 5000 سومانی پولی کلان است. هنوز نمیدانم که از کدام حساب پرداخت می کنم. باز باید چیپ بخرم. تا 3 روز دیگر می توانم آمده حجت‌هایم را از دادگاه گیرم و در مدت 10 روز باید جریمه را پرداخت نمایم. رستم حکیموف وکیل دفاعی تاتیانا خوژین میگوید این پسترین جزایی بود که دادرس میتوانید در نسبت زیر حمایه او روا بیند. مثل که ما در نظر داشتیم، دادرس در نسبت زیر حمایه من حالتهای سبک کننده جزا را روا دید. مثلا این دلیل را که او در تاجیکستان زندگی کرده است در ماده 61 این نکته درج شده است. همه این را به نظر گرفته جریمه از همه مینیمالی را تعیین کرد که این 100 نشان دهنده یعنی 5000 سومانی می باشد. نماینده سفارت روسیه در تاجیکستان الکس ژوکوف که رفت مرافعه دادگاهی خوژین را نظارت میکرد گفت از حکم دادگاه راضی است. همش در دوره قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان گذشت. از جانب ما یگان ایراد وابسته به رفت مرافعه نبود. دادستان برای تاتیانا خوژین 6 سال زندان را طلب کرده بود. این شهروند روسیه در تاجیکستان به قاچاق تنگه زمان شاهیگری روسیه متهم شود. و دادگاه در ازبکستان یک شهروند این کشور را با گناه جاسوسی به نفع تاجیکستان به 10.5 سال زندان محکوم کرده است. وکیل دفاعش روز 21 آگوست به رادیو آزادی گفت که حکم الیانا کیم را دادگاه نظامی ولایت سیردریا روز 12 ایول صادر کرد. مقامات ازبکستان نگفتند که الیانا کیم چگونه به نفع تاجیکستان جاسوسی میکرد، ولی در خبرها آمده است که این زن 36 ساله از ازبکستان سال 2004 یک سال در یکی از رستوران‌ها در شهر خوجند کار کرده است. الیانا کیم را ماه دکبر سال گذشته دستگیر کردند. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. اگر در فیسبوک هستید آنجا رادیو آزادی صفحه ماست و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای